افغان در آلمان به اتهام قتل دخترشان مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شدند. این زوج متهم بود که به دخترشان داروی آرام بخش داده، سپس او را خفه کرده و به رودخانه راین انداختند. محکمه منطقی در شهر ماینز آلمان روز جمعه یک زوج افغان را که به قتل دختر 15 ساله خود متهم بودند به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب محکمه مجازات تقاضا شده از سوی سارنوالی را تایید کرد. سارنوالی این زوج را متهم کرده بود که به صورت مشترک با انگیزه‌های سخیفانه این دختر نوجوان را به قتل رساندند. قاضیان گفتند که این زوج افغان در ماه جون سال 2024 دخترشان را به این خاطر به قتل رساندند که از نظر آنها نحوه زندگی او تهدیدی برای خانواده به شمار می آمده است. قاضیان به این نتیجه رسیدند که جرم هر دو فرد متهم بسیار سنگین است. آنها از ولایت هرات افغانستان هستند و 3 فرزند دیگر نیز دارند. معلومات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که در خانواده این دختر پیوسته مشاجره وجود داشت. گفته شده که این دختر 15 ساله مواد مخدر مصرف می‌کرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها او با مادرش درگیری فیزیکی داشته است. رویداد تکان دهنده قتل دختر نوجوان. به گفته محکمه مادر 34 ساله این دختر به او به تاریخ 15 جون تابلت‌های آرام بخش داده است که برای درمان درد از آن استفاده می شود. سپس این زن و مرد با دخترشان به ووورمس در نزدیکی رودخانه سفر کرده و آنجا به او داروهای دیگری دادند. به این ترتیب این دختر 15 ساله در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی توانسته از خود دفاع کند. سپس پدر خانواده که امروز 40 سال دارد این دختر را با یک شال یا چادر خفه کرده در مسیر تا کنار آب با خود کشانده و در حالی که بیهوش بوده به رودخانه راین انداخته است. به گفته محکمه در آن زمان دیگر مادر این دختر در محل جرم حضور نداشته است. پدر این دختر مقتول در محکمه گفته است که خودش نیز مواد مخدر مصرف می‌کرده و در گذشته اقدام به خودکشی نیز کرده است. او در همان آغاز محاکمه به همه اتهامات اعتراف کرد. مادر این دختر گفته است که رابطه خوبی با دخترش داشته است، اما بعد رفتار دخترش به خاطر معاشرت با دوستان بد تغییر کرده است. این زن 34 ساله گفته که حس می‌کرده به خاطر تربیت فرزندانش تحت فشار قرار دارد. این زوج در سال 2015 به آلمان مهاجرت کردند. هر دوی آنها گفتند که قبلا مسلمان بودند اما بعداً به مذهب مسیحیت روی آورده و غسل تعمید کردند. سارنوالان در روزهای نخست محاکمه از رفتارهای خشونت‌آمیز مرد متهم در گذشته سخن گفتند. همسر او گفت که محکمه به این خاطر به شوهرش دستور ترک آپارتمان مشترک را ابلاغ کرده بود.